به یاد صابر راستی کردار و فکر میکنم واقعا صابر برای همه ما مهم بود و هست و کاری که کرده فکر کنم لایق این تشویق بود. همین چند وقت پیش هم سالگرد از دنیا رفتنش بود. مرسی صابر، ما همه بهت مدیونیم. اگر نمیدونید صابر راستی کردار خالق فونت وزیر متن و بسیاری از فونت‌های فارسی دیگه هست که شکل و دریافت ما از دنیای وب رو تغییر داد. یه سوال، چند نفر از شما به امنیت سایبری علاقه‌مندید؟ زیاد. خوبه. حالا یه سوال عجیب دیگه دارم. چند نفرتون فکر میکنید که این ارائه یک ارائه خیلی معمولی حوصله سربر مقدمه وار بر امنیت سایبری مشابه خیلی چیزهایی که دیدیم؟ لطفاً صادق باشید. مرسی. خوبه. نه این خوبه. این خیلی خوبه. برای من مهمه. چون اشکال از ما هست. اگر نتونستیم جذابیت این حوزه رو درست منتقل کنیم، اگر نتونستیم ذهنیتش رو درست منتقل کنیم، اشکال از ما هست. ببینید بچه‌ها، امنیت سایبری یک ذهنیته، یک دیده. من اینجا نگاه میکنم و فکر میکنم چه چیزهایی رو میشه هک کرد، چه چیزهایی در این محیط جریان داره، از سیگنال های بیسیمی که تو این فضا داره منتشر میشه تا کامپیوتری که اونجا هست تا تمام این سیستم هایی که اینجا وجود داره. با خودم فکر میکنم، خیال پردازی میکنم. همه چیز درباره ذهنیت و دید شما نسبت به اطرافتون، محیط، برنامه ها و دیوایس ها هست. این در همه حوزه ها، در هر دو ساید امنیت، چه حمله بخواد انجام بشه چه دفاع بخواد انجام بشه، این ذهنیته که مهمه. چرا امنیت سایبری توی حوزه آیوتی اهمیت داره؟ چگونه تهدید هست و چه تهدیدهایی رو متوجه ما میکنه و چه باید کرد؟ اول چرا؟ به این دلیل. حالا متنش احتمالاً خیلی خوب نیفتاده، اما این یک کامیکی است از دوران واناکرای رو احتمالاً میشناسید. یکی از بدترین باج‌افزارهایی که فکر میکنم حدود سال 2017 توی دنیا منتشر شد. خیلی از کامپیوترها رو از کار انداخت و باج میگرفت در قبال اینکه اطلاعاتشون رو بهشون پس بده. این کامیک به همین موضوع اشاره میکنه. میگه در یک دنیایی که ما خودمون رو با آی او تی و دیوایس های هوشمند محاصره کردیم، اینجور تهدیدها میتونن سراغ ما بیان. یخچال شما میگه که یا به من پول میدی یا غذاتو سرد نمیکنم. درت میگه که دفعه بعدی که بخوای بیای تو باید $100 بهم بدی تا در روت باز کنم، یا اینکه الان بهم $50 میدی. توسترت میگه نونتو میسوزونم و ما داریم آگاهانه یا ناآگاهانه خودمون رو با دیوایس های آی او تی و هوشمند محاصره میکنیم، در صورتی که به امنیتشون آنچنان اهمیتی نمیدیم. خب همه ما میدونیم که هر روز آی او تی و دیوایس های هوشمند دارن بیشتر و بیشتر در زندگی ما نقش پیدا میکنن. داریم بهشون وابسته میشیم. من الان به لامپ هوشمندم وابستم، به قفل دری که روی خونه نصب کردم و هوشمند هست وابستم. کاربردهای حساسی میتونن اینا داشته باشن مثل قفل در، و طبیعتا نمیخوام یه فرد غریبه بیاد تو با هک کردنش. شاید خیلی راحت تر از در واقع شکستن یک قفل فیزیکی. و از طرفی هم امکان گسترش آلودگی و کارهای خرابکارانه دیگه وجود داره. چه خطراتی رو در واقع شاهدشون هستیم؟ شنود، نقض حریم خصوصی و درز اطلاعات. در ادامه حالا بیشتر بهش میپردازیم. خرابکاری یا سابوتاژ. مثال خیلی قشنگش چیه؟ شما همگی به خاطر دارید هک جایگاه‌های سوخت و پمپ بنزین ها رو که چه وضعیتی به وجود آورد. حالا شاید نشه این جایگاه سوخت رو خیلی در قالب آی او تی قرار داد، اما شباهت‌های بسیار ویژه و بسیار جذابی وجود داره بین اون هک و نفوذی که صورت گرفت، اتفاقی که افتاد با این مبحثی که ما الان شاهدش هستیم. و نهایتاً ربایش کنترل یا هایجک کردن کنترل و اینکه چه اتفاقاتی میتونه بیفته. شنود، نقض حریم خصوصی و درز اطلاعات. خب واضح ترینش اینه که از سنسورهای روی دستگاه سوء استفاده میشه. از دوربین، از میکروفون، همگی به خوبی میدونید ماجرا چیه. دسترسی به اطلاعات و تنظیمات خصوصی. این مسئله که خیلی‌ها بهش توجه نمی‌کنن. شما وقتی لامپ هوشمندتون رو وارد شبکه می‌کنید، پسورد وای فایتون رو بهش دادید. خیلی اطلاعات دیگر ممکنه بهش داده باشید.
اینا اطلاعاتی هستند که در نگاه اول به ذهن شما وارد نمیشن که خیلی حساس باشن، اما مهمن. پسورد وای فای شما مهمه. چرا؟ چون وقتی پسورد وای فای شما لو بره، من میتونم بیام توی خونتون یا نزدیک خونتون به شبکه شما وصل شم، با به یک سری حمله های حالا مثل آر پایزنینگ، اگر روترتون اجازه بده، ترافیک کل شبکه شما رو شنود کنم و به دستگاهتون دسترسی داشته باشم. و این مسئله خطرناکه. از طرفی هم درز متادیتا رو داریم. خب اینکه من الگوی خاموش روشن شدن چراغ هوشمند اتاق شما رو بدونم، میتونم از روش بفهمم که کی خونه هستید و برای دزدی نسبتا پیچیده میتونه مفید باشه. توی بحث خرابکاری یا سابوتاژ با باج افزارها روبرو هستیم که هنوز خوشبختانه آنچنان وارد حوزه آیتی نشدن، اما به شما قول میدم که وارد خواهند شد. دستورات آسیبزا رو داریم، مثل اون یکی هکی که فکر میکنم توی یک کارخانه ذوب‌آهن اتفاق افتاد، ویدیوش هست اگر برید بگردید، که یک چیزی رو یک جایی که نباید خالی کرد و کارخانه آسیب دید. و البته آسیب به فرمور و بریک کردن دستگاه، مثل اتفاقی که برای پمپ بنزین ها افتاد. توی ماجرای هک پمپ بنزین ها چه اتفاقی افتاد؟ حالا اینکه درز و اون نفوذ از کجا وارد شد و چجوری پیشرفت کرد، اینا رو کاری نداریم. اتفاقی که افتاد این بود که این نفوذ از یک جایی صورت گرفت، گسترش پیدا کرد به یک شبکه‌ای و یک فرمور آلوده روی تک تک دستگاه‌های پمپ بنزین ها نصب شد و شما برای درست کردن هیچ راهی نداشتید مگر اینکه برید پای اون دستگاه، لپتاپتون رو وصل کنید به اون دستگاه و یک فرمور جدید فلش کنید. این اتفاقی بود که افتاد و این اتفاقی بود که روی تک تک دستگاه پمپ بنزین مجبور شدن انجام بدن. طبیعتاً خیلی هزینه بره. و نهایتاً روایش کنترل، بحث شنود شبکه رو داریم. لزوماً بحث لو رفتن پسورد وای فای شما نیست. شما یک دستگاهی رو وصل کردید به شبکه خونتون. بچه‌هایی که توی کار شبکه هستن یا توی کار امنیت هستن به هر کسی اجازه نمیدن که یک لپتاپ یا یک گوشی بیاد پسورد وای فای خونه رو بگیره و وصل شه. حالا آیا من همون ذهنیت رو دارم وقتی میخوام یک دیوایس هوشمند رو به شبکه خونم وصل کنم؟ آیا نگرانش هستم که این شاید هک شه و وارد شبکه من بشه؟ بحث آلودگی شبکه رو گفتم و بحث لترال موومنت. لترال موومنت توی امنیت بحثی میگن که ما از یک جای شروع میکنیم، یک نفوذ اولیه، یک نقطه انتری وجود داره، وارد یک شبکه میشیم، وارد یک سیستمی میشیم، خیلی دسترسی نداریم، خیلی کار زیادی نمیتونیم انجام بدیم، اما این مرحله اوله. هکر به مرور زمان طی ماه‌ها، سال‌ها تلاش میکنه خودش رو در اون سیستم و شبکه که هک کرده منتشر کنه و جلوتر بره و نهایتاً به اون جای خوب ماجرا برسه. حالا چه دیتابیس باشه، چه کنترل سیستم رو بخواد هایجک کنه، هر چی. عموم هک ها و نفوذهایی که شما توی شرکت های بزرگ می‌بینید از این دستن. یک نفوذ اولیه صورت گرفته و بعد لترال موومنت صورت گرفته. این مسئله میتونه جای فکر داشته باشه. بعدتر یک نمونه ازش خواهیم دید. اجرای حملات دیداس خیلی از در واقع بدافزارهایی که توی حوزه آی او تی منتشر میشن و دیوایس های آی او تی رو آلوده میکنن، حملات دیداس اجرا میکنن و البته کار بعدی که انجام میدن اسکن اینترنت. از طریق آی پی شما اینترنت اسکن میشه و دیوایس های دیگه که میتونن تحت حمله قرار بگیرن و آلوده بشن از اینجا کشف میشه. پس شما فقط در قبال خودتون مسئول نیستید. با آلوده شدن دستگاه شما، حالا مسئولیت حقوقیش یه بحثه، ولی میتونید باعث آلودگی دیگران هم بشید. این مسئله مهمیه. چگونه این تهدیدها صورت میگیره؟ ما تو این بخش میخوایم به 3 نمونه واقعی از دنیای واقعی بپردازیم که چگونه این تهدیدها در دنیای واقعی کار میکنن و کار کردن. یکی از مواردی که مورد علاقه شخص من هست و تو ایران هم بسیار بسیار فعاله، بدافزار میرای و انواع میرای هست. میرای لایک ها که از 2016 تا الان دارن دیوایس های آی او تی مثل مودم ها، حالا فارغ از بحث سرورها، دیوایس های آی او تی مثل مودم ها، دوربین های هوشمندی که آسیب پذیرن یا پسورد ضعیف دارن رو هدف قرار میدن. وقتی هدف قرار میدن چیکار میکنن؟ اضافهشون میکنن به یک باتنتی، به یک شبکه‌ای و با این شبکه حملات دیداس انجام میدن. فرض کنید 5000 تا 50000 تا دوربین و مودم آسیب پذیر هک شدن و همه‌شون دارن از طریق آی پی افرادی که هک شدن به یک سایتی، به یک سرویسی ریکوست ارسال میکنن. این حمله دیداسه، باعث اختلال سرویس اون سیستم میشه. بعد این دیوایس ها میگردن شروع میکنن اسکن کردن
از طریق اسکن کردن قربانی‌های جدید پیدا می‌کنن و به سرور مرکزی گزارش می‌کنن. پس این آلودگی پخش میشه. وقتی مودم شما توسط این بدافزار آلوده شد، این مودم شروع میکنه با اسکن کردن آی پی های دیگه در شبکه و کل اینترنت دنبال قربانی های جدید گشتن و اجرای حملات دیداس رو هم که گفتیم. یک نوع از بدافزار میرای، یکی از انواع میرای، بدافزاری است به نام هاجیمه که خیلی نمیشه بهش گفت بدافزار، چون کار خیلی غیر قانونی و بدی انجام نمیده، صرفا شما رو آلوده میکنه. و این بدافزار خیلی بدافزار پیشرفته و باحالی هست. اگر علاقمند هستید مکانیزم ارتباطیش رو توصیه میکنم برید بخونید. ما حدود پارسال فکر میکنم یک پروژه هانیپاتی داخل ایران اجرا کردیم و اسکن کردیم شبکه رو ببینیم چه تهدیداتی دارن تو ایران میچرخن تو شبکه ایران. شاید باورتون نشه اما یک ISP کامل شامل 2000 تا کامپیوتر آنلاین داخل ایران، تمام 2000 تا کامپیوتر آلوده بودن و داشتن توی شبکه ایران میگشتن دنبال قربانی جدید. ما تلاش کردیم با اون ISP ارتباط برقرار کنیم اما خب متاسفانه خیلی نتیجه نداشت. این بدافزار هاجیمه در دوران اوجش 20% از کل آلودگی‌هاش داخل ایران بود و فکر می‌کنید خب غالباً باید برید بگردید وقتی 20% یعنی تقریبا فکر می‌کنم بیشترین تعداد آلودگی‌ها در کشور شما هست، غالباً یک جایی تو این کشور باید صدا یکی در میومد. من خیلی گشتم اما چیزی پیدا نکردم. شما اگه گشتید پیدا کردید خوشحالم براتون و براتون آرزوی موفقیت میکنم اگر پیدا کردید چنین چیزی رو که توی اون سالها گزارش شده باشه چنین بدافزاری کل ایران رو داره میگیره. مورد دوم، این یکی خیلی باحاله. لامپ‌های هوشمند احتمالاً میدونید که یکی از معروف‌ترین برندهاش برند فیلیپس هیو هست و سال 2017 محققین یک دانشگاه و شرکتی به صورت مشترک یک پروژه رو اجرا میکنن. این لامپ‌ها از یک پروتکلی برای ارتباط با هاب و همدیگه استفاده میکنن به نام زیگبی و با ترکیب 2 تا آسیب پذیری به یه حمله خیلی خیلی خفن میرسن. مرحله اول، این نگاه بندازیم چه اتفاقی میفته. اول شما پروتکل اوتلاین ماجرا رو میبینید. ما یه کنترلر داریم، یه هابی، یه دستگاهی که به شبکه شما وصله از یک طرف و این هاب داره بقیه دیوایس های هوشمند شما مثل لامپ ها رو کنترل میکنه. موقعی که این هاب میخواد ارتباط برقرار کنه با لامپ شما، یک اسکن ریکوست میفرسته. حالا توی این مدل اون اسکن ریکوست از روی قدرت سیگنال میسنجه که شما چقدر نزدیک به دستگاهید، باید خیلی نزدیک باشید تا به قول اون هندشیک اولیه رو انجام بدید و عضو شبکه بشید. بعد در اساس یه ترانزکشن آیدی میفرسته و این ماجرا جلو میره. یک آسیب پذیر خیلی جالب و فوق العاده پیچیده پیدا میشه در این ماجرا. توی توضیحات پروتکل گفته شده اون ترانزکشن آیدی یک عددی است که 0 نیست در پیاده سازی. و این حمله پیشرفته چیکار میکنه؟ ترانزکشن آیدی رو فقط 0 میفرسته. یعنی توی پیاده سازی به خاطر اینکه پروتکل دقیق پیاده سازی نشده و حساب نشده خب اگر من 0 رو بفرستم این ترانزکشن آیدی رو چه اتفاقی میفته، تنها کاری که هکرها کردن ترانزکشن آیدی رو 0 فرستادن و تونستن در واقع یک ارتباطی رو با اون لامپ آلوده برقرار کنن و لامپ رو فکتوری ریست کنن. وقتی این کارو کردن فرمور داونگرید میشه، اون تست اولیه وجود نداره و شما اولا کنترل کامل لامپ رو در اختیار گرفتید. این پارت اول حمله است که خب با یه 0 فرستادن میره جلو. اما پارت دوم حمله جالب‌تر. اینا اومدن گفتن که ما میخوایم یک حرکت دیوانه‌وار انجام بدیم. چی میشه؟ این همون ذهنیت هکریه که گفتم. چی میشه اگر ما بتونیم کاری کنیم که با یک لامپ آلوده رو یک جایی توی شهر بزنیم توی برق و تمام لامپ‌های هوشمند اون شهر آلوده بشن؟ یک واکنش زنجیره‌ای. اومدن فرمور دستگاه رو آوردن بررسی کردن، متوجه شدن که رمزنگاری سیمتریک هست، از یک کلید از پیش تعیین شده که روی همه مدل‌های یکی داره استفاده میکنه و با داشتن این کلید شما میتونید فرمور رو بگیرید، دیکریپت کنید، تغییرش بدید، دوباره اینکریپتش کنید و نصبش کنید. اینا چیکار کردن؟ از طریق یک حمله ساید چنل و بررسی کردن الگوی مصرف برق پروسسور موفق شدن کلید رو بیت به بیت استخراج کنن که یک کلید IS بود اگر اشتباه نکنم. این کلید رو بیت به بیت استخراج کردن و کلیدی که تمام فرمورهای اون مدل دستگاه باش اینکریپت شده بود رو پیدا کردن. نتیجتاً یک فرمور رو گرفتن، بازش کردن، آلودش کردن، دوباره اینکریپتش کردن و از اون بخش قبلی حمله که کنترل کامل لامپ رو داشتن
تونستن از طریق یک آپدیت OTA فرمور دستگاه‌های مجاور رو هم آپدیت کنه. این چه اتفاقی میشه؟ قابلیت کنترل لامپ رو دارن، قابلیت گسترش آلودگی به لامپ‌های اطراف رو دارن، قابلیت بریک کردن دائمی لامپ رو دارن که حالا درست کردنش خیلی دردسر داره و قابلیت ایجاد یک واکنش زنجیری و آلوده کردن کل یک شهر رو دارن. شما از 100 تا 200 متر اونطرفتر میتونید لامپ‌ها رو آلوده کنید. اینا نشستن در واقع محاسبه کردن و دیدن برای یک شهری مثل پاریس 15000 نقطه رندوم کافی که شما کل لامپ‌هایی که در شهری به وسعت شهر پاریس رو آلوده کنید کافیه. البته بعدتر من تو این 3 سال بعد یک تحقیق در ادامه این انجام شد و به یک وکتور نسبتا متفاوت رسیدن. چجوری؟ می اومدن لامپ رو هک میکردن، حالا به یک نحوی اون هاب رو هم آلوده میکردن و با هک کردن لامپ شما بدون اینکه اصلا پسوردی از شما داشته باشن، بدون اینکه ارتباطی با شما داشته باشن، میتونستن وارد شبکه شما بشن، همون چیزی که گفتم. و اگر کامپیوتر قدیمی داشتید، مثلا ویندوز 7 روش نصب بود، چون شما حال نمی‌کنید با شکل ویندوز 10 یا 11 و این ویندوز آسیب پذیره به آسیب پذیری مثل اترنال بلو، به راحتی از طریق نزدیک شدن به یک لامپ کامپیوتر شما رو هک می‌کردن به طور کامل. و مورد سوم که یک مورد خیلی سردردآوریه، من فکر می‌کنم واقعا مهمه که به عنوان طراح کنه در واقع باشیم در قبال چیزی که طراحی می‌کنیم. یک شرکت اومده بود یک دوربینی رو طراحی کرده بود برای مانیتور کردن بچه‌ها، نوزادها موقعی که خانواده‌شون خونه نیستن. چه اتفاقی افتاده بود؟ این دیوایس وصل پروتکلی به نام MQTT که احتمالاً خیلی از شما باش آشنا هستید، دستورات رو تبادل می‌کرد. ماجرا چی بود؟ توی پروتکل MQTT تاپیک وجود داره، هر دیوایسی میرفت توی یک تاپیکی و ارتباط برقرار می‌کرد با سرور. تمام این دیوایس‌ها به یک سرور وصل می‌شدن، هر کدوم تاپیک خاص خودشون رو داشتن. شما در پروتکل MQTT اگر احراز هویت وجود نداشته باشه، میتونید وصل بشید به سرور، یک تاپیک رو پیدا کنید و درش اطلاعات بفرستید، چون پروتکل اینجوری طراحی شده. اتفاقی که افتاد این بود که کسانی که این دوربین رو ساختن به اینجاش فکر نکرده بودن، احراز هویتی در ارسال میکردن که این کامند بدون اینکه اصلا بدونن دوربین کیه چیه باعث میشد فید دوربینش رو آپلود کنه به یک نقطه خاصی در اینترنت. یعنی من به راحتی میتونستم دونه 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 به صورت کنم این کامند رو بفرستم و فید دوربین هزاران یا ده ها هزار نفر رو که احتمالاً داره برای بچهای نوزادشون استفاده میشه ببینم. این طراحی غیر مسئولانه است. حالا چه باید کرد؟ من اشکالات امنیتی رو توی 2 دسته تقسیم میکنم توی این حوزه. حداقل یک اشکالات طراحیه. گاهی اوقات ما توی پیاده سازی سیستممون هیچ مشکلی نداریم، تمام الزامات امنیتی رو رعایت کردیم، مشکل حافظه نداریم، هیچ مشکلی نداریم، اما توی اون ذهنیت، توی اون دیزاینی که من دارم و طراحی کردم اون استاندارد نیست، اون مشکل داره. یک بخش و دسته دیگه از اشکالات پیاده سازی، یعنی دیزاین مشکلی نداره، من بعد پیادهش کردم. مثلا اشکالات مموری و اشکالات حافظه دارم که بسیار بسیار خطرناکن توی IoT، چون توی خیلی از موارد سیستم عامل اون میتیگیشن های لازم رو نداره برای اینکه مثل سیستم عامل های امروزی که رو دسکتاپ شما نصب میشه جلوی این موضوع رو بگیره. اشکالات طراحی مثال بزنیم. مکانیزم ناامن احراز هویت. ببینید همه آسیب پذیری ها فقط درباره این نیستن که من یک جای بد کد زده باشم. گاهی اوقات من یک ذهنیتی رو دارم درباره روند احراز هویت سیستمم. خب اول این دیوایس به سرور پیام میفرسته، بعد سرور به دیوایس پیام میفرسته و تو چند مرحله چه چیزهایی رو میفرسته. یک نمونه وجود داشت که احراز هویت سیستم این شکلی بود که یک UUID، یک مقدار رندوم یونیکی به اون دستگاه به صورت انکریپت نشده، به صورت رمزنگاری نشده روی شبکه ارسال میشد به سرور و شما اگر تو اون شبکه بودید و این UUID رو میخوندید میتونستید از هر جای جهان به اون دستگاه دسترسی داشته باشید. من میخوام اینجا یک نکته خیلی خیلی مهم رو اشاره کنم. یه قانون نانوشته‌ای وجود داره میگه اگر نمیتونید امنیتش رو تامین کنید تجمیعش نکنید. اگر نمیتونید امنیت اطلاعات حساس رو تجمیع کنید، در واقع حفظ کنید، تجمیعش نکنید. اگر نمیتونید امنیت کنترل هزاران دستگاه رو تامین کنید، تجمیعش نکنید روی یک سرور.
شما این کار رو انجام میدید، یوزر هم خوشحاله چون براش راحت تره. اما اینجا دارید یک سینگل پوینت آف فیلیر اضافه میکنید، یک نکته بسیار بسیار خطرناک. بعد مکانیزم ناامن ارسال و دریافت دستور رو داریم، مثلا همون چیزی که توی MQTT دیدیم، توی مثال MQTT دیدیم. مکانیزم ناامن آپدیت رو داریم. شما خب میگید که چقدر خوب میشه من دیوایس هام رو بتونم از راه دور آپدیت کنم، چون آپدیت کردن دیوایس ها طبیعتا خیلی مسئله مهمیه. اما فکر نمی کنید که خب آیا من الزامات امنیتی لازم رو رعایت کردم؟ آیا کسی دیگه اگر بخواد یک فرمور آلوده رو این دستگاه نصب کنه، مثل اون اتفاقی که توی پمپ بنزین ها افتاد، آیا من و لایبرری های ترد پارتی که استفاده کردم امنیت لازم رو دارن؟ مکانیزم های امنیتی لازم پیاده سازی شده؟ طراحی اعتماد محور و طراحی کلاینت محور رو داریم. این موردی که من به شخصه به دفعات دیدم توی دیوایس های آی او تی، توی مودم ها و توی دوربین ها. شاید برای خیلی از شما بدیهی و ذکر کردنش خنده‌دار باشه، اما موردی که بارها و بارها پیش اومده. تصور کنید توی یک صفحه وب میخواید یک جای لاگین کنید، یک یوزر دارید، یک پسورد، و این یوزر و پسورد مال یک مودمه مثلا. قاعدتا اتفاقی که باید بیفته اینه که من یوزر و پسوردم رو ارسال میکنم به اون مودم، اون یوزر و پسورد رو چک میکنه، اگر درست بود دسترسی به باقی نقاط سیستم رو من میده و خودش چک میکنه، خود سرور چک میکنه که این دسترسی باید ایجاد بشه یا نه. اگر به شما بگم تعداد بسیار زیاد از مودم هایی که توی 10 سال گذشته تولید شدن این چک کردن رو میسپردن به کلاینت، باور میکنید؟ بسیاری از این چک های امنیتی داخل مرورگر کاربر انجام میشده و مرورگر کاربر میتونست اینها رو دور بزنه. مثلا چی؟ مثلا در یک موردی یوزر و پسورد ارسال میشده به مودم بهش میگفته یوزر و پسورد غلطه، اما اقدام دیگه انجام نمیداده. اون فرد با داشتن URL بقیه قسمت های سیستم وقتی میزده وارد سیستم میشده یا میتونسته به اند پوینت های دیگه API دسترسی پیدا کنه. چرا؟ چون اون کسی که طراحی کرده این سیستم رو تصور کرده که خب من به کاربر نشون میدم که تو دسترسی نداری و تموم میشه. اما از این خبرها نیست. ما داریم درباره طراحی صحبت میکنیم که به هیچ چیز اعتماد نداریم. به اینکه حتما کاربری پشت ماجرا هست اعتماد نداریم، به اینکه هکری پشت ماجرا نیست اعتماد نداریم، به اینکه این دیوایس آلوده نمیشه اعتماد نداریم. یه مورد دیگر رو بخوام خدمتتون مثال بزنم. تا حالا چندین بار شده که توی دیوایس های آی او تی اطلاعات حساسی بودن، مثلا یک رمز که هارد کد شدن توی اون دیوایس. طراح این محصول با خودش فکر کرده که خب این توی دیوایس طبیعتا این پسورد لو نمیره، اما لو رفته. چرا؟ این اشتباه این فرد اونجا بوده که تصور کرده چون من یک چیزی رو هارد کد فلش کردم روی دیوایس دیگه قابل بازگشت نیست به هیچ شکلی. یا بدتر از اون توی اپلیکیشن های کنترلشون این کارو کردن که اون دیگه خیلی راحت تره. این پسورد ها لو رفته و کلی یک سیستم شامل هزاران هزار دیوایس در واقع کامپرومایز شدن. و به خاطر همین خیلی دقت کنید. یک، زیرو تراست جلو برید، نزدیک بشید به مکانیزم زیرو تراست. به کلاینت اعتماد نکنید. اگر اپلیکیشنی دست کاربر دارید، اگر صفحه وبی دست کاربر دارید، اینطور در نظر بگیرید که همه چیز اون سمت قابل تغییره. خود من یکی از پروژه‌ای که بهش افتخار میکنم درباره حوزه آی او تی نیست البته، پروژه مهندسی معکوس اپلیکیشن کافه بازار بود که مکانیزم کامل روند گرفتن لینک دانلود اپلیکیشن ها رو ریورس کردم، مهندسی معکوس کردم و خب مکانیزم پیچیده داشت از نظر رمزنگاری. تصور شده بود که این مکانیزم پیچیده، البته از نسخه خیلی قدیمی کافه بازار، الان اینطوری نیست، الان خیلی 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 بهتر شده. تصور شده بود که این مکانیزم خب اپلیکیشن داره اجراش میکنه و خیلی سخته برای اینکه یک فردی بخواد خارج از اپلیکیشن این رفتار رو میمیک کنه. اما با مهندسی معکوس این اتفاق افتاد و یک فلویی که نباید به این سادگی در واقع خارج از اپلیکیشن اجرا میشد اجرا شد و من با اون 100,000 تا اپلیکیشن از کافه بازار رو گرفتم و اسکن کردم. یه نگاه داشته باشیم به اشکالات پیاده سازی. آسیب پذیری های حافظه. دوستان سی خیلی خوبه، من عاشق سی ام. ولی شما دو راه دارید، بیاید صادق باشیم. یا باید امن کد بزنید، امن کد زدن درباره مموری با سی رو بلد باشید، یا برید سراغ زبان‌های مموری سیف. اصلا از این چیز نیست، از این دو حالت خارج نیست. گاهی اوقات ما ورودیامون رو درست سنتایز نمی‌کنیم. من میگم که خب یک ورودی قرار کاربر من بده، مثلا یک عدد، دقیقاً همون اتفاقی که توی این مورد عدد صفر رو دیدیم توی پروتکل زیگبی.
من میدونم که این عدد صفر نیست، اما از کجا معلومه که کاربر عدد صفر رو نفرسته؟ این اعتماده باعث شده بود که سیستم ورودی رو سانیتایز نکنه، جلوی ورودی صفر رو نگیره و باعث شده بود که کل سیستم هک بشه. زیرساخت مرکزی ناامن رو هم که گفتیم، اگر نمیتونید امنیتش رو تامین کنید لطفاً تجمیعش نکنید. اگر میخواد برید سمت زیرساخت و تجمیع کردن، حفظ امنیت زیرساخت یک حوزه کاملا جداییه ولی ضروریه، هیچ چیزی درش نیست. استفاده از لایبرری ناامن یا قدیمی، شما گاهی اوقات برای رمزنگاری یا کارهای دیگه از لایبرری های استفاده میکنید که اینا قدیمی ان یا ناامنن، ثابت شده. فکر میکنید که استفاده از این لایبرری تاثیر روی اپلیکیشن شما نمیذاره، اما میذاره، چون در پشت کار شما خیلی از کارهاتون رو دارید با این لایبرری انجام میدید. دقت کنید از چه چیزی استفاده میکنید. رمزنگاری ضعیف، هم مثال یو آی دی که گفتم توی شبکه بدون رمزنگاری اطلاعات داشت جابجا میشد. و پیاده سازی غلط پروتکل ها، مثلا اگر یک پروتکلی گفته اینجا نباید صفر باشه، شما مسئولید که چک کنید که صفر نباشه. پس مهمه که دقیقاً اون در واقع پیپر مربوط به پروتکل رو بخونید و بدونید به نحو درست پیادهش میکنید. و در نهایت چه باید کرد؟ همونطور که گفتم امنیت سایبری یک ذهنیته، چه در سمت دفاع و چه در سمت حمله. با خودتون فکر کنید. الان نشستید اینجا، با خودتون فکر کنید اگر می‌خواستید تمام افراد این سالن رو هک کنید چیکار می‌کردید؟ اگر می‌خواستید پروژکتور من رو هک کنید و جای این اسلاید یک چیز مسخره‌ای بذارید چیکار می‌کردید؟ این فکر کردن و این خلاقیته که شما رو وارد میکنه به و یونیکتون میکنه. دقیقاً اون حرفی که جادی زد در رابطه با اینکه افراد و پنتسترها جایگزین میشن و باید بیشتر، نه اینکه جایگزین میشن، باید بیشتر بترسن. بحث بر سر اینه که توی تمام حوزه، برنامه‌نویس، امنیت، هر چی، توی هر چیزی شما مثل بقیه باشید، یونیک نباشید، حتما جایگزین خواهید شد. این مهمه که خاص باشید و خاص بودن توی حوزه امنیت فقط با خلاقیت و ذهنیتش به دست میاد. طراحی و پیاده‌سازی استاندارد رو هم که گفتیم، برنامه‌نویسی امن و استفاده از زبانه مموری سیف هم گفتیم. آگاهی از اشکالات امنیتی متداول، برید بخونید نمونه هایی که هک شدن، چه توی وب اپلیکیشن ها، چه توی حوزه آی او تی، هر چیزی که بهش علاقه دارید، ببینید چه جوری خیلی آدم ها و شرکت ها به فنا رفتن. تو یک نمونه فاجعه بار، یک دستگاه عروسکی بود که این عروسک رو میدادن به بچه‌ها. قابلیتش چی بود؟ یک اپلیکیشنی خانواده‌اش نصب می‌کردن و میتونستن وایس مسیج بفرستن روی عروسک تا برای اون بچه پلی بشه و برعکس. این اپلیکیشن هک شد. 2 میلیون وایس از بچه‌هایی که 5-6 سالشون بود لو رفت. و تصور کنید اگر یک آدم بیماری میتونست وایس های خیلی وحشتناکی رو برای این بچه‌ها پلی کنه. این مسئولیتی که ما باید در قبالش در واقع جدی باشیم. امنیت چند لایه، بحث این رو داریم که امنیت رو فکر نکنید که من یک مکانیزم و لایه امنیتی اینجا گذاشتم تمومه. توی معماری زیرو تراست ما این رو داریم که شما فرض کنید این لایه امنیتی که گذاشتید هک شد، تمام شد. توی لایه بعد هم باید امن باشید. باید اعتماد نکنید که لایه قبلی جلوی حمله رو گرفته. امنیت زیر ساخت هم که گفتیم و در نهایت معماری زیرو تراست. مرسی. یه نکته، من این اسلاید بعدا منتشر میکنم، توی اون 3 موردی که گفتم، 3 مورد واقعی، براتون 3 تا لینک قرار دادم. اگر دوست داشتید باید بیشتر دربارش مطالعه کنید. خسته نباشید. ممنون از ارائه قشنگتون. یه پرسشی دارم، اون بحث ناامن بودن زیگبی چطور مرتفع شد؟ مرتفع که اتفاقی که افتاد این بود که وندور اصلی یعنی فیلیپس یک دستگاه‌ها داد. در واقع کسانی که این آسیب پذیری رو پیدا کردن، یه چیزی ما داریم به نام گزارش مسئولانه آسیب پذیری. وقتی به اون شرکت گزارش می‌کنیم میگه ما 6 ماه 1 سال بعد این گزارش رو پابلیک می‌کنیم، فعلا صداشو در نمیاریم. اینا به فیلیپس گزارش کردن، یک آپدیتی روی این دستگاه‌ها اعمال شد و شما و هیچکس خبر نداشت که این چیزی رو داره فیکس می‌کنه. اما اون مسئله در واقع اون صفر رو چیز کردن، اون مشکل صفر رو سانیتایزش رو درست کردن، اما خب در واقع اون کلید تقریبا کاری نمی‌شد انجام داد. لطفاً از رمزنگاری سیمتریک استفاده نکنید.
خدا قوت، خسته نباشید. ببخشید مفهوم هانیپات چیه و یه اتکر چجوری میتونه از هانیپات توی سرور یا پایگاه داده استفاده کنه؟ سوال خوبیه. ببینید هانیپات یعنی این که من توی یک نقطه از اینترنت یا شبکه رفتار یک سرویس یا برنامه یا حالا هر چیز آسیب پذیری رو شبیه سازی میکنم. مثلا میدونید، حالا شاید ندونید، توی اینترنت هزاران هزار اسکنر هستن که دارن تک تک آی پی های اینترنت در فضای IPv4 رو اسکن میکنن دنبال یک آسیب پذیرن تا شما رو هک کنن. مثلا بعد اینکه خیلی هاتون دیدید دیوایس های IoT که ارزونن، خیلی بیش از اندازه ارزونن، چینی هن. از این استفاده نکنید. به خودتون ظلم میکنید با این کار. برید سراغ برند هایی که بیشتر شناخته شدن، چون اینا امنیت رو جدی‌تر گرفتن. خارج از این خیلی کاری از دستتون برنمیاد. و نکته آخر، همون چیزی که اول ماجرا مطرح کردم. مسئولانه و آگاهانه دور خودتون رو با دیوایس های هوشمند و IoT پر کنید. فکر کنید به اینکه اگر اتفاقی بیفته چی میشه. سلام. سلام. سمت راستتون میشه در واقع این قسمت. بنده دیتا آنالیست و بی آی دیولپرم. بحث بی آی خب بحث جابجایی دیتا و ویژوال کردن دیتا هاست. میخواستم بدونم راهی که بتونیم این جابجایی ها یا ذخیره سازی ها رو امن بکنیم، چون مثلا ما از لینوکس دیتا میگیریم، از ویندوز دیتا میگیریم. میخوام در این بین مثلا دیتای دزدیده نشه، یا مثلا اگر رفرنسی هست که بتونید به ما معرفی کنید واسه این موضوع ممنونتون میشه. ببینید یکی از اتفاقاتی به کرات افتاده، اتفاقا یه نمونهش که من تو این ارائه نیاوردم، من مربوط به آیوتی هم بود. تو یک مایگریشن خاص که دیتا رو از یه جایی ببرن یه جای، یک اشتباهی در کانفیگوریشن صورت گرفت، اطلاعات 4 میلیون نفر لو رفت. بخاطر همین نکته مهمیه در مایگریشن ها. ببینید خیلی کار حساسی نیست. شما تا زمانی که فقط دارید دیتا رو میخونید، یک سری الزاماتی وجود داره درباره اینکه من این دیتا رو به صورت رمزنگاری شده بگیرم. مثلا من زیاد دیدم پنل بی آی میارم بالا روی HTTP. آقا اگر این پنل بی آی روی HTTP رمزنگاری نشده، هر کسی وسط راه و توی شبکه میتونه اطلاعات حساس شما رو بخونه. نکنید این کارو. از رمزنگاری استفاده کنید. چیزی رو بیش از اندازه اکسپوز نکنید. ولی اینکه حالا بخوام این راه حل کلی بدم، شما هم توی حوزه دفاعی هم توی حوزه تهاجمی امنیت همه چیز از این نشأت میگیره که ما علم و آگاهی کامل داشته باشیم یا نسبتا کامل نسبت به چیزی که داریم باش کار میکنیم. یعنی من اگر رو نتورک دارم چیزی رو جابجا میکنم، باید با مفاهیم ساده نتورک آشنا باشم. چی رمزنگاری چی نیست، پورتی رو اگه باز میکنم ببندم، وی پی ان چیه و سلام، تشکر میکنم ازتون. یه سوالی داشتم. یه موضوع خاصی رو اشاره کردیم بهش، همین آپدیت های OTA و خیلی زود ازش گذشتیم. حالا سوالم اینه که ما چه روش‌هایی اصلا میتونیم پیاده کنیم که حالا این آپدیت ها رو امن کنیم، چون اسم میکنم که خیلی مشکل امنیتی بزرگیه روی دستگاه‌های IoT. کاملا درسته. مرسی. کاملا درسته. خیلی مسئله بسیار بسیار حساسیه. یه سری موارد خیلی واضح و کامن سنس وجود دارن دیگه. مثلا من باید بدونم که از دیوایسی که نمیشناسم آپدیت نگیرم یا تو هر حالتی آپدیت نگیرم. مثلا فرض کنید دیوایس رو آپدیت رو فقط فیزیکال بگیرم. میدونید اتفاقی که افتاده بود توی بحث OTA این شکلی بود که شاید اگر مکانیزم امنیتی بهتری وجود داشت در راستای اینکه چه کسی داره دستور OTA رو من میفرسته، شاید اتفاق بهتری میافتاد. اما به طور کلی یکی از مواردی که من فکر میکنم مناسب باشه اینه که از روندها، از مکانیزم‌ها و از ابزارهای موجود استفاده کنید. ما هر چقدر بریم به سمت اینکه یک چیزی رو خودمون طراحی و پیاده سازی کنیم، احتمال اینکه مشکلی توش بیاد بیشتره. به خاطر همین منابعی هست که OTA امن چگونه پیاده سازی میشه، در چه پلتفرم‌هایی، در چه فریمورک‌هایی چگونه میشه با این کار کرد، چه راههای بهتر و چه مواردی باید در نظر گرفته باشه. توصیه که من دارم سراغ راههای خیلی کاستوم شده نریم، بریم سراغ راهی که استانداردن و درس بس دادن. مرسی از همگی، امیدوارم براتون مفید بوده باشه.